بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال که آفریدگار تمام مخلوقات هست، از میان آفریدگان خودش برخی موارد را برگزیده. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. هرچه را که الله متعال بخواهد خلق می کند، می آفریند و از میان آفریدگان خودش انتخاب می کند. به برخی از این مخلوقات مزیت‌ها و فضائلی را عنایت می کند که از بقیه مخلوقاتش برتر باشند. و شهر مکه و حرم مکی جز موارد و اماکنی هست که الله متعال برگزیده. شهر مکه در قرآن کریم نامه‌های متعددی دارد و معروفترین نامش همین نام مکه هست، مکه مکرمه. در قرآن کریم ذکر شده، الله متعال می‌فرماد هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه. الله متعال شما را از دشمنان و اونها را از شما نگه داشت. در کجا؟ در مکه، ببطن مکه. معروفترین نام مکه همین کلمه مکه هست و در قرآن کریم مکه به نام بکه هم اومده، مکه و بکه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. اولین خانه‌ای که برای عبادت الله متعال ساخته شده آن خانه‌ای هست که در شهر بکه هست. و وجه تسمیه بکه به این خاطر است که الله متعال گردن انسانهای جبار و گردنکش را در مکه میشکند. هر کسی که بخواهد به مکه تجاوز بکند و به حرم الهی متعرض بشود، الله متعال او را مجازات خواهد کرد. نام دیگرش ام القری هست. ام القری یعنی اصل و منبع تمام شهرها و قرا. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. الله متعال میفرماید که ما قرآنی با زبان عربی را بر تو نازل کردیم ای محمد، لتنذر ام القری و من حولها، تا این که ام القری را و پیرامون آن را انذار بکنی و بترسانی. و امروزه هم کشف کردند که ام القری و مکه مرکز زمین هست. و همچنین در قرآن کریم البلد الامین ذکر شده درباره مکه. الله متعال در قرآن کریم این بلد را و این شهر را البلد الامین نامگذاری کرده. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، که الله متعال به این بلد امین در واقع قسم خوردن. اینها نامه هایی هست که در قرآن کریم برای مکه ذکر شده و غیر از این نامه های دیگری هم هست، هم در قرآن و هم در روایات دیگر. اما معروف ترین نامه های مکه خود کلمه مکه هست و بکه و ام القری و البلد الامین. اینها معروف ترین نامه های شهر مقدس مکه هست.
الله متعال مکه را شرافت و فضایل متعددی داره. خصوصیت ها و ویژگی هایی را دارد که دلالت بر این می کند که این شهر نزد الله متعال بسیار عزیز هست و ارزش بسیار زیادی را دارد. یکی از این موارد وجود خانه کعبه در مکه مکرمه هست. نخستین محلی که برای عبادت الله متعال بنا شده و اولین مسجدی که در دنیا بنا شده مسجد الحرام و کعبه هست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. نخستین عبادتگاه روی زمین و نخستین مسجد روی زمین آن مسجدی هست که در مکه مکرمه هست و مسجد الحرام هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این که اولین مسجد روی زمین مسجد الحرام هست روایتی رو دارند. از حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه نقل شده. میگوید که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردم که نخستین مسجدی که در روی زمین بنا شده کدام مسجد هست؟ فرمودند که المسجد الحرام. ایشون سوال کرد ثم ایو، بعد از مسجد الحرام دومین مسجدی که در روی زمین بنا شده کدام هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المسجد الاقصی. سوال کردند که در میان ساخت مسجد الحرام و کعبه و مسجد الاقصی چه مقدار فاصله بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 40 سال. پس بنابراین اولین جایی که برای عبادت الله متعال انتخاب شده و نخستین مسجد در آنجا بنا شده شهر مکه هست و مسجد هم مسجد الحرام هست. یکی دیگر از ویژگی های مکه و حرم مکی این هست که الله متعال آن را حرم قرار داده، یعنی این که حرمت دارد و کارهایی که در جاهای دیگر جایز هست و اشکالی ندارد در حرم مکه ما میبینیم که اشکال دارد. این کارها رو نباید انجام بدهیم. من جمله این که یکی از موارد خونریزی قطعا حرام هست. در مکه مکرمه حرمتش بیشتر هست. هیچ کسی حق ندارد در مکه درختان مکه را قطع بکند. هیچ کسی حق ندارد که گیاهان مکه را قطع بکند. هیچ کسی حق ندارد که در حریم مکه شکار بکند یا حتی شکار را بترساند و هیچ کسی حق ندارد که چیزی را که افتاده باشد مال مردم را بردارد مگر به این نیت که آن را به صاحبش بازگرداند. اینها مواردی هست که الله متعال در حرم مکه برای مسلمانان حرام کرده. در روایت صحیح بخاری و مسلم از ابی شریح اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان مکه حرمها الله ولم يحرمها الناس. مکه را الله متعال حرم قرار داده و حرام گردانیده، کار مردم نبوده. و فرمودن لا یحل لامرئ یؤمن بالله والیوم الاخر. برای انسان مسلمانی که به الله و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که در مکه خونی بریزد. ان یسفک بها دما، در مکه خونی بریزد. ولا یعضد بها شجرة، درختی را قطع نکند. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیها فقولوا، اگر کسی اومد استدلال کرد برای شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه حمله کردند پس بنابراین مکه حرم نیست،
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که این حرف را زد فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم یأذن لكم، بگویید که الله متعال به پیامبرش اجازه داده و به شما اجازه نداده. و انما اذن لی فیها ساعة من نهار، یک لحظه و یک ساعتی در روز به من این اجازه داده شده که من وارد مکه بشم، حمله بکنم به مکه. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب، و حرمتی که دیروز داشت امروز همان حرمت دوباره به مکه مکرمه بازگشته. و این مطلب را اعلام بکنید که مکه حرم هست، الله متعال مکه را حرم قرار داده و برای هیچ کسی دیگر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم مباح نیست. و یکی دیگر از فضایل مسجد الحرام فضیلت برتری طاعات و عبادات و خصوصا نماز هست که عبادت در مسجد الحرام چندین برابر هست، 100,000 برابر. یعنی این که اگر شما در مکه مکرمه 2 رکعت نماز بخوانی گویا که 50 سال نماز خوندی. این یک فضیلت بسیار بزرگی هست که الله متعال برای حرم مکه قرار داده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلاة فی مسجدی هذا افضل من 1000 صلاة فیما سواه، نماز در این مسجد من، یعنی در مسجد النبی، برابر هست با 1000 نماز. هر نمازی مساوی هست با 1000 نماز الا المسجد الحرام، به استثنای مسجد مکه و مسجد الحرام. و صلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة، و یک نماز در مسجد الحرام برتر و بالاتر است از 100,000 نماز. این فضیلتی هست که مخصوص مسجد الحرام هست. مورد دیگر که الله متعال به عنوان حرمت قرار داده برای مکه مکرمه این هست که الله متعال مکه را ام القرى نامیده، اصل تمام شهرها و روستاهای دنیا. لتنذر ام القرى و من حولها، یعنی اصل مکه هست و بقیه همه تبع هستند و پیرو مکه هستند در این زمینه. و دیگر این که الله متعال مکه را قبله مسلمانان قرار داده. از نظر فقهی خانه کعبه قبله اهل مکه هست، خانه کعبه قبله اهل مکه هست. یا به صورت دقیق تر خانه کعبه قبله کسانی هست که در داخل مسجد الحرام قرار دارند، یعنی 100% باید رویشان به طرف عین خانه کعبه باشد. اگر یک مقداری هم فاصله داشته باشد و از خانه کعبه منحرف باشد نمازشون درست نیست. و اهل مکه قبلهشون مسجد الحرام هست، در هر جایی که مکه باشند باید روشون به طرف مسجد الحرام باشد. و بقیه مردم در دنیا قبلهشون شهر مکه هست، یعنی به طرف شهر مکه باید رو بکنند. ولو این که فرضاً اون خط مستقیمی که از ما تا خانه کعبه هست اگر این رو خط مستقیمی رو بکشن شاید مستقیما ما روبروی خود کعبه نایستاده باشیم، روبروی مسجد الحرام یا روبروی مکه ایستاده باشیم، همین کفایت میکند. اما برای کسانی که در داخل مسجد هستند حتما باید روبروی خود خانه کعبه بایستند. و یکی از موارد دیگری که
الله متعال برتری داده این مسجد را. هر کسی وارد مسجد الحرام بشود در امان هست. و من دخله کان آمنا. هر کسی که وارد مسجد الحرام بشود الله متعال به اون امنیت داده. تا زمانی که از مسجد خارج نشده کسی حق ندارد که به اون تعرض بکند. و همچنین یکی دیگر از فضایل و خصوصیت‌های مکه و قبله مسلمانان این هست که استقبال و استدبار در حالت قضای حاجت به طرف مکه حرام هست. یعنی در هنگام قضای حاجت هیچ مسلمانی اجازه ندارد که رو به طرف قبله بنشیند یا پشتش به طرف قبله باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در صحیحین هست، روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هست، فرمودند اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ببول ولا غائط. اگر کسی از شما برای قضای حاجت رفت روبروی قبله ننشینید. در هنگام قضای حاجت چه ادرار باشد یا موارد دیگر نه روبروی قبله بنشینید و نه پشت قبله بنشینید. ولکن شرقوا او غربوا، منتها به طرف شرق یا غرب بنشینید. این در مورد مدینه منوره هست و در جاهایی که قبله به طرف غرب هست اجازه ندارند که رو به طرف غرب یا پشت به طرف غرب باشند، باید به طرف شمال و جنوب بنشینند. و این یکی از ویژگی هایی هست که الله متعال در واقع برای حرم مکه قرار داده. و همچنین شهر مکه احب البلاد الی الله هست. یعنی از تمام نقاط روی زمین الله متعال شهر مکه را بیشتر دوست دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که امام ترمذی رحمت الله علیه آورده و عبدالله ابن عدی رضی الله تعالی عنه روایت کرده، زمانی که ایشان از مکه بیرون آمدند فرمودند که والله انک لخیر ارض الله و احب ارض الله الی الله. قسم به الله که تو بهترین سرزمین ها هستی، بهترین نقطه روی زمین و محبوبترین جای روی زمین نزد الله متعال هستی. ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. اگر مرا از تو بیرون نمی کردند و نمی راندند من از مکه بیرون نمی رفتم. مکه محبوب ترین جای روی زمین نزد الله متعال هست و خیر البلاد هست، هم محبوب ترین هست و هم بهترینش. فضایل و مناقب مکه و بیت الحرام و کعبه بسیار زیاد هست. و یکی دیگر این که الله متعال مکه را و بیت الحرام را مسرای پیامبر قرار دادند. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی این که الله متعال مسجد الحرام و شهر مکه را محل حرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بیت الحرام تا مسجد الاقصی و از مسجد الاقصی به طرف آسمان ها و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع از مسجد الاقصی اتفاق افتاد. تمامی این فضایل و این ویژگی ها دلیل بر این هست که شهر مکه مکرمه بر تمام شهرهای دنیا و بر تمام جاهای دیگر برتری دارد
و ویژگی هایی رو که الله متعال در مکه جمع کرده در هیچ جای دیگری این ویژگی ها با این گستردگی وجود ندارد. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما توفیق بدهد و ما را موفق بگرداند که از فضایل مکه و مسجد الحرام و کعبه انشاءالله برخوردار باشیم و این توفیق را بیاریم که و این توفیق را داشته باشیم که در کنار خانه کعبه نماز بگذاریم و به عبادت الله متعال بپردازیم. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة